بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادرای عزیز، خواهرای محترم، مقدمتا خدمتتان عرض بکنم. یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابه گفت که در آخر الزمان یا در وقتی که ما و شما هستیم، این آخر الزمان است. گفت کسایی می باشه پیدا میشه که یک شخص اجر 50 نفر می داشته باشه، یعنی یک مسلمان برش اجر 50 مسلمان داده میشه. صحابه پرسان کردن که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا 50 نفر از خودشان و یا 50 نفر از ما؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که 50 نفر از شما. یعنی در آخر زمان، در وقتی که ما شما قرار داریم، اگر در این وقت کس ایمان خود و عقیده خود و توحید خود حفظ بکنه، بر از این اجر 50 صحابی داده میشه. تصور که با یک نفر اجر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اگر میل برای ما کس بگه که بر تو هم اجر کوچکترین صحابه داده میشه، چقدر خوشحال میشم. کوچکترین صحابه اگر اجرش بر ما داده شد، کاش که از یک تابعی داده شد، کاش که از یک تابعی اجرش داده شد. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه 50 صحابی 50 صحابی اجرش داده میشه. چرا؟ چرا صحابه چقدر زحمت کشیدن، چقدر سختی کشیدن؟ به خاطر ازی که در آخر زمان فتنه ها به اندازه زیاد میشه که حفظ کردن ایمان بر یک مسلمان بسیار سخت میشه. یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا. صبح مسلمان میباشه، دیگر کافر میشه. در یک روز دیگر مسلمان میباشه، صبح کافر میشه. در این شرایط حفظ کردن ایمان بسیار سخت است. اونو کسی که باز در ات شرایط سخت، چرا سخت است؟ به خاطر چرا صبح مسلمان میشه دیگر کافر میشه؟ به خاطر ازی که ما و شما می درس هم میخوانیم، نه عبادت های فکری را خواندیم. یک فکر اسلامی 100 فکر کفری است. یک چینل اسلامی 100 چینل کفری است. از این خاطر چی هست؟ راه را مردم گم کردن. بسیاری کسا را بینی راهش از پیشش گم است، حق نمیفهمه. اللهم الا کسی را که الله متعال نجات بده و اخلاص داشته باشه و واقعا عقیده توحید خود در تمام بخشایش حفظ کنه. ما و شما دیروز خواندیم که آیات قرآن عظیم‌شان در مورد رد فسادهای فکری. اولش خواندیم که امراض فکری حس پرستی را قرآن عظیم‌شان رد کرد. دومش خواندیم که آیات قرآن مرض فکری و اعتقادی عقل پرستی را رد کرد. چرا کسایی که عقل پرستی کردن مسلمان بودن، پیشتر که مثلا جناب دکتر صاحب درس داد اینجا و گفت که فرقه های پیدا شد به نام معتزله، آمدن در بین مردم فتنه ها را ایجاد کردن، علما را در زندان انداختن. خودش بدعتکار، همیشه عادت بدعتکار چی هست که دیگرها را بدعتکار میگه. چون خودش شیطان میگه از زناکار کرده بدعتکار خوش داره. ابلیس کی را زیاد خوش داره؟ بدعتکاره. چرا؟ به خاطر ازی بدعتکار خوش داره که او کسی که زناکار است و شراب خور است و گناهکار است، او خود تواضع داره، عاجزی داره، پیش خود میفهمه من خود گناهکار هستم، پیش الله عاجزی میکنه، والله من گناهکار هستم، این یک گناه خطرناک کردم، الله مرا ببخشه، عفو بکنه. این در عذر و عاجزی و دهی است که من باید توبه کنم. اما بدعتکار از زناکار که گناه خطرناک میکنه، یعنی
یک ظلم است که انسان سر خود ظلم میکنه. این کسی که گناه میکنه، گناه صغیره و کبیره، این سر خود ظلم میکنه. دست خدا کتش گناه میکنه، دست خدا مستحق آتش میسازه، سر خود ظلم میکنه. اما بدعتکار سر الله و سر رسول تهمت میکنه. و من اظلم ممن افترى علی الله الكذب. از او کده کی ظالم است انسانی که بالای الله چی کنه؟ دروغ بگویه. حتی مشرک ظالم است، ظلمش عظیم است، لکن این اظلم است. چرا این سر الله تهمت میکنه؟ چیزی که الله نگفته میگه نه هست. سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت میکنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دین مکمل نرسان، قلبش پاک نبود، العیاذ بالله. این موضوع را درست بیان نکرده، ما حالا بیان میکنیم. سر صحابه تهمت میکنه. صحابه رقصید. این رقص اسلامی است. وقتی که رقص اسلامی شد سر کی تهمت شد؟ سر الله و رسول و صحابه. باز میگه فلانی جای یک وقتی ابوبکر صدیق، العیاذ بالله العیاذ بالله، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قدر با شخصیت بود که الله متعال میگه که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. چقدر خشوع داشتن، چقدر تواضع داشتن. تو میخیزه عبادت در نمازت میرقصی. اینه. پس اینال عقلگراها بعضی کسا پیدا شدن که آمدن حتی سر الله و سر رسولش و سر کتابش تهمت کردن، چیزایی را کشیدن که در اسلام وجود نداشت و صحابه نمیفهمیدن. و امی بود که این عقل پرستی از کجا در مسلمان ها انتقال پیدا کرد؟ وقتی که در زمان مامون الرشید کتاب‌های روم فلسفه و منطقه، حالا هم بسیاری جایت در مدرسه منطق خوانده میشه. و منطقی که منطق میخوانه بر از او دیگه حدیث و آیت هیچ ارزش پیدا نمیکنه. تو برش بگو رسول الله سمیت تو گفته، میگه نه منطق ما انت میگه. تو برش بگو که ای آیت تو قرآن انت میگه نه عقل ما ایره نمیپذیره. از این خاطر بسیاری آیات تعطیل میکنن، بسیاری آیات انکار میکنن، بسیاری آیات تشبیه میکنن، بسیارش رنگ و رنگ چیزا داره. و ما شما دیروز خواندیم در مورد عقل پرسته. سیومی در مورد رد مرض سیومی چی بود؟ مرض علم پرستی بود که ما شما خواندیم که علم پرستا هم به مرضهای مبتلا هستند که العیاذ بالله لابراتوار خدای خود جور کرده. اگر لابراتوارم برای من ملائکه را نشان داد، اگر در لابراتوار ملائکه معلوم شد قبولش دارم، اگر ملائکه معلوم نشد من در لابراتوار ثابت نشد من ملائکه را قبول ندارم. باز دیگر روز عذاب قبر برام نشان بده، باز میگه ما عذاب قبر قبول نداریم. باز دیگر روز میگه آخرت کجاست، جنت برام نشان بده، دوزخ برام نشان بده. ده عقل مایی و بالاخره. چهارمی قسم مرض فکری که امروز ما شما میخوانیم، این مرض فکری و اعتقادی نفس پرستی است که آیات قرآن این رد میکنه. نفس پرست کدام مردم هستند؟ دموکرات ها. بعضی کسا از شما پرسان میکنه آیا رد دموکراسی در قرآن عظیم شان است؟ بله، این کلام الله هست. پیش از اینکه دموکراسی تولد شوه ردش در قرآن عظیم شان موجود است. در کجای قرآن است که رد دموکراسی هست؟ شما بر ما دموکراسی را معرفی کنین. میگه دموکراسی است که وقتی یک تعداد مردم شیشتن در یک جای خودشان بر خود قانون میسازن. چه قسم قانون؟ مثلا در اروپا مردم دیدن که نکاح کردن و قدر برای بسیاری کسا جالب نیست. نفس از اینا خواست که ازدواج بند بکنه. هر کس هر چی که دلش شد بره در هتل، یک شب، دو شب، سه شب، یک هفته، دو هفته، خلاص در هتل باشه. خانه داره یک خانه و بی خانه را 100 خانه. نعوذ بالله من ذلک. پس برن از این خاطر اینا. پس اینا چی کرد؟ این قانون خدا به اساس چی ماند؟ به اساس نفس خود.
نفسش میخواد که با انسانهای متعدد غرایز جنسی خود اشباع بکنه. اخلاق گفتن معیار نیست. شما اخلاقتان لباس پوشیدن است. در دموکراسی میگه اخلاق چی است؟ هر کس دلش بر تو لباس است بپوش، من که تو غرض ندارم، لکن من دلم میشه که هیچ لباس نپوشم. پس گفتن برش چی است؟ نفسش میخواد که بی لباس روی سرک بگرده. این قانون ساختن. پس اینجا چی شد؟ گفت ما یک حکومت میسازیم در دموکراسی که حکومت نفس توسط نفس برای نفس باشه. خود مردم، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. چی مردم؟ یعنی در اینجا نام الله هست نیست. پس او کسایی که یکی خود راست، من همیشه براتون یک چیز توصیه میکنم که یگان تا که ما بحث میکنیم برش میگیم که تو خردضابط هستی در دموکراسی، که تو خردضابط ما کار نداریم. استر جنرال تبیر، استاد تبیر، بنیانگذار دموکراسی رو بیار که بیاین ما کتش بحث بکنیم. بنیانگذار دموکراسی رو وقتی کتش بحث کنی بازو برات واقعیت‌ها رو میگه. ما در هندوستان رفتیم، یک کسی بود که معاون علمی یک پوهنتون بود، پروفسور است. ما برش گفتیم که ما استادا را رئیس پوهنتون یک انستیتوت بود، ما 20 روز رفتیم اقتصاد کپیتالیستی رو اونجا خواندیم. یعنی یک مسلمان باید هر چیز بخونه بفهمه. رفتیم 20 روز. من میل شاهنامه در خانه دارم که سمینار 20 روزه انستیتوت اندراگاندی در شهر ممبئی است. ما اونجا رفتیم 20 روزه امیر خواندیم. خب چون ما استادای پوهنتون بودیم، استادای پوهنتون، رئیس پوهنتون یک روز ما را میمان کرد، یک شب. شما میمان ما هستید. در درس ما رفتیم، در سمینار شیشه بودیم که یک پروفسور می آمد. این پروفسور معاون علمی پوهنتون است. آمد شیش برش بحث کردیم. حالا تو راست یکی گپایش در روی کوچه هست که دو نفر انسانای بی سواد یکیش میخیزه از یک چیز گپ میزنه، یک گپ میزنه. این کار مردم افغانستان است. متاسفانه در روی کوچه و بازار و در فیسبوک هر کس نظر میته و جاهلام نظر میته و بالاخره بعضی کسای بد اخلاقی که خودش اخلاق حتی انسانی نداره، یعنی حداقل اگر انسان اخلاق انسانی داشته باشه، عفت زبان می داشته باشه، دشنام نمیده. اینجا فقط دعو از دشنام است، بد اخلاقی هست. انشالله برای کسایی که دعو میزنن و تو یک کسی رو پیدا کنن که بازو سر بزنن. خودی دیگه کار نداره. برای دعو زننده کسی که دعو میزنه الله متعال دگیری یک کس بدش که سرش بزنه. اما برای کسی که از عقل خود، از منطق خود، از علم خود، از دانش خود به امروز بحث میشه. معاون علمی پوهنتون ما را گفت که tonight the chief of university invite you. برای چی تو را شما را گفت شما را دعوت کرده، شما امشب بیاین در فلانی جای و اینجا میمان هستین، میمان رئیس پوهنتون. خب استادا گفتن درست است، ما میمانیش قبول میکنیم. یک استاد بود، یک ریش سفید پوهان بود به نام پوهان زدران میگفتن. ایدم پوهنتون پانزه علوم اجتماعی هم که ما در سفر بود. او انگلیسیش خوب پخته بود از ما که زیاد انگلیسی میفهمید. او برای زمین گفت پروفسور گفت ما در میمانی شما میایم. خب ما یک شرط داریم. گفت چی شرط داریم؟ گفت شرط ما این است که ما مسلمان هستیم، در میمانی ما شراب نمانید. از اون دو عادت است. یک میز میمانن خوردنی است، یک میز دیگه میمانن میوه‌جات است، یک میز دیگه است سویت و کلچه و کیک و شیرینی باب است، یک میز دیگه است نوشابه ها و اینجا بوتلای شراب است. گفت چون ما مسلمان هستیم در میمانی همین چیزا نمانین. او برش گفت که نه، شما دینتون سر ما تحمیل نکنیم. اینجا برای ما دموکراسی شراب چی ساخته؟ حلال ساخته. اینمی دین ماست، اینمی عقیده ماست. This is our belief. ببینیم باور ما هست. ما به اینمی دموکراسی باور داریم. دموکراسی فیصله کرده پارلمان ما که اینمی شراب حلال است و ما میخوریم. اگر تو نمیخوری دلت نخو، اما ما سر میز میاریم میمانیم. چرا میشه؟ کسی باشه که بخوای شراب بخوره؟ تو چرا تحمیل میکنی سر ما دینته؟ پس اونجا ما فهمیدیم که دموکراسی دین است. چی است؟ دین است. قانونش چی جور میکنه؟ نفس.
نفس جور میکنه. از این خاطر در کشورهای دموکراسی که شما برین، هر چیزی که نفسشان خواست اونمون قانونی میسازن. وقتی که قانونی شد باز کس مخالفت کرده نمیتونه. حتی اگر در او کشور یک رئیس جمهور مسلمان هم بیایه، سر از اول قسم میخورن که تو اول باید قسم بخوری که من قانون سکولر و دموکراسی را قبول دارم. اول سرش قسم میخورد روز اول. یعنی می قانه. بنابراین وقتی که امیر جمهور که بسیار خیزک بزنن نمیتونه که تغییر بده، چون قانون است. این امیل مثلا شبانه در ترکیه 50,000 دختر ترکی کته خارجی ها زنا میکنه و رئیس جمهورش هم کی است؟ تمام روز چیخ میزنه که من چی هستم؟ مسلمان هستم. اما چون قانون است و او قانون او چی کنه؟ باید روز اول بگویه که من اینمی دستور و قانون اساسی ترکیه را من قبول دارم. اگر قبول نمیکرد دیگه کس رئیس جمهور نمیساخت. اینالکر قدر خیزک بزنه اوج زناها جریان داره زیر دست از اینمی. در هر هتلش که بیری در این زمان اینمی شخص ما خود ما رفتیم در ترکیه دیدیم که در هتل که ما زندگی میکنیم در منزل زیرش اونجا قرار دکان است، بوتلا ماندگی است. اونجا که دیگه گیتار دستش از خواندن کرده میره. قرار اونجا کس میشد یا نمیشد، اونجا قرار حساب دیگه خواندن میرفت، پیسه خود پورا میکرد. مقصد میفهمم میخوانم. این الگب سر چی هست؟ که این قانون چی هست؟ قانون است که توسط چی جور میشه؟ نفس جور میشه و هر چیزی که برای نفس هست چی هست؟ آلی این کسایی که قانون نفس خدا میپذیرن، الله متعالی چی میگه؟ میگه یا ربوبیت مرا قبول ندارن، اله خود که در کلمه بگه که لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شد و قانون و شریعتش اطاعت شود الا الله، یا امی اله خود نفس خود ساختن. در کجا هست؟ اینه بفرمایند در افرایت من اتخذ اله و هوا، سوره جاثیه آیت 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الله متعال عقیده و روش انسانهای نفس پرست بیان میکنه. الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افرأیت، آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من کسی را که اتخذ گرفته هست الهه، سکن اینجا اله یعنی کسی را که ذاتش باید عبادت شوه و قانونش چی شوه؟ اطاعت شوه. کی را معبود خود گرفته؟ هوا. هوا چی را میگن؟ هوای نفس، خواسته های نفس، خواهشات نفسی. این چی خود ساخته؟ معبود خود ساخته که او برش شریعت و قانون بسازه، او برش تشریع بکنه. و اضله الله علی علم، این گمراه ساخته الله با وجودی که علم داره. بسیار خود پروفیسور و بسیار خود ماستر و دکتر و لیسانس و فامیده میگیره، لکن با وجود ازی چی شده میادم؟ گمراه شده. و ختم، چون ای منهج و راه الله را، کتاب الله و سنت رسول الله را قبول نداره، الله متعال میگه و ختم علی سمعه و قلبه، و الله مهر نهاده بر گوشهایش و بر قلبش. این چه قسم؟ آل گوشش گوش نیست که حق بشنوه. وقتی که تو برش آیت قرآن بخونی این چی میکنه؟ دشنام میده، مسخرگی میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، بد میگه تو را، مجلس خوشش نمه. آل تو آیت قرآن میخونی، آلی آیت قرآن است، حداقل خیر است، من خوشت نمیم، قواریم من خوشت نمیم، صدقی سرت هیچ از من را نشنو. خودت ببر، اگر تو مسلمان هستی قرآن شریف پیش رویت بان و خودت با عقل خود فکر کن. لکن الله متعال میگه نه، این کسایی هستن که الله متعال اینا را گمراه کرده
و بالای چشمایشان و قلبشان چی گذاشته شدن؟ مهر. همین مهر چی وقت گذاشته میشه؟ مهر در اول خود گذاشته نمیشه. وقتی که کاغذ شما برای یک نفر میارین، یک کاغذ برش میاری، بازور میگه امیر صاحب، مدیر صاحب عمومی امیر یک مهر کو، باز این مدیر صاحب این ورق در اینجاش مهر نمیکنن. در کجا مهر میکنن؟ در آخرش. چرا؟ چون کل قلب ازی وقتی که یک انسان جنایت میکنه، هر گناه انسان یک نقطه سیاه در قلب ازی پیدا میکنه. وقتی که توبه کرد این نقطه پاک میشه. اگر ای توبه نکرد این نقطه چی میشه؟ گناه دیگه کرد، یک نقطه دیگه، گناه دیگه نقطه. بالاخره شیطان آیسته آیسته نقطه های زیاد میکنه و نقطه های زیر کلان ساخته میره. بالاخره اول در صغایر مبتلاش میکنه، باز در گناه کبیره، بعد از او در شرک و بالاخره در کفر و ارتداد. بالاخره بیخی قرآن و دین و یاره کلش نمیپذیره و کت الله دشمنی خود اعلان میکنه. وقتی که کت الله دشمنی خود اعلان کرد، الله ذات غنی هست، در می قلب ازی یک مهر دیگر هم میزنه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چرا قلبای از اینا مهر زده شد و سیاه شد؟ به خاطر که خودشان دشمنی خود اعلان کردن. و ختم علی اینه برای ما و شما میگه که خب کفر خود قصدن داره دیگه. ولی تو چرا خود جگر خون میکنیم؟ و ختم علی سمعه، به چشمش و قلبش و قلبی و قلبش، و جعل علی بصره غشاوه، و در چشم ازی یک پرده نابینایی معنوی کفری. هیچ وقت حق نمیبینه، هیچ وقت قرآن هم نمیبینه، یا آیت نمیبینه. بسیاری وقتا شاید یگان طرف ببینه یک 20 دفعه قرآن ختم کردم تو راست تیر شده، لکن همین آیت هیچ فکرش نشده، هیچ سهل نمیکنه. فمن یهدیه، الله متعال میگه شما جگرخونی میکنین که والا فلانی نفر بیدین شد، فلانی کافر شد، فلانی چطور شد. فمن یهدیه من بعد الله، بعد از الله کی نمیتونه هدایت بکنه؟ الله برش قرآن گذاشت، یک نعمت. پیغمبر فرستاد، دیگر نعمت. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برازی هست، دیگر نعمت. علما و دعوتگرا مثل مزدور برای تو کار میکنه، شب تمام شب، روز تمام روز، و میاد برای تو بدون پیسه و بدون معاش. گردنتون بسته کدام روز از پیش شما کسی به خاطر درس خواندن تفسیر 1 روپیه گرفته از پیشتون تقاضا کرده؟ خلاص ما مزدورایتان هستیم، ما مزدورای قرآن هستیم، ما مزدورای الله هستیم، ما چپرازی های دین الله هستیم. الله ما رو نمیخوایم قبول کنه در چپرازیگری خود، قبول بکنه. فقط اینو میخوایم که یا الله تو قبول بکنی. جنرالی نمیخوایم، چپراسیگری الله را میخوایم. وقتی کل چیز نعمت ها را الله برای تو فرستاد و کل چیزش، ایناله الله متعال میگه فمن یهدی، پس کی را هدایت کنه من بعد الله، بعد از الله. این دشمنی خود که الله اعلان کرده، کتاب الله را قبول نمیکنن، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نمیکنن، پس کی هدایت میکنه؟ افلا تذکرون، شما چرا به یاد نمیبرید؟ استدلال از اینا همیشه چی هست؟ انسانای نفس پرست. همیشه انسانای نفس پرست شیطان میگه که چی میگه؟ برشان میگه که ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، اینمی هیچ دیگه چیز نیست. و قالو و میفتن 14 قرن پیش هم میگه پیشان بود، عالم چی هست؟ اینه که مردیم خلاص گلم ما جمع از دیگه. اینمی زندگی که از زندگی دنیاست. میگه میگه یاره که من بیا چطور کنیم که دنیا چی هست؟ چه خلاوده است. وقتی که دنیا دروز است، همین دروزه، کار کن، شراب نخور، زنا نکن، توبه بکش، دنیا دروز است. لکن بسیاری که اصلا زبانش یک قسم است، عملش دیگر قسم است. این حال چیست؟ و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا. دلیلی از اینا فقط اینمی هست که میگیم دنیا کس نیست چیز مگر نمی زندگی دنیا است. خلاص نمیشه است. نموت و نحیا، زنده میشیم میمیریم. و ما یهلکنا الا الدهر، ما را نمیکشم. کی میکشه؟ اینمی طبیعت، العیاذ بالله، می طبیعت معبود خود ساخته. این طبیعت میگه ای خدا شرمنده، من که قدر زور میداشتم که کسی را بکشم. طبیعت چی است؟ مثلا کو، زمین،
این طبیعت است. میگه اگه من زور میداشتم کس را بکشم، تو را میمونم در سر من خاک انداز جور کنی؟ تو را میمونم سر حیوانات سوار شده پشت حیوانات سر من بگرده که میامدی تا که میشیشتی در سر من از امو زیر زمینی برده تو یک چو خود میکردم که دلت از زندگی سیاه میکردم. من خواه من چیز نمیه تابعه هستم میشنم سرگی چقدر بیعقل هستن و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم. الله متعال میگه اینا دی باره علم ندارن، دروغ میگن، خدا عالم و پروفیسور تراش میکنن. این هم الا یظنون، یادتشان چی است؟ فقط گمان کرده میرن. کل زندگی خود در چی تیر میکنن؟ در گمان تیر میکنن. این هست صفت چیز. الله متعال در آیت دیگه قرآن در سوره محمد آیت 14 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. سعی کنین الله متعال مقایسه میکنه بین انسانهایی که پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و کسانی که پیرو نفس خود است. کسی که معبودش الله است و کسی که معبودش نفسش است. افمن کان علی بینه، آیا کسی که باشه با دلیل و استدلال. این دلیل و استدلال از کجا پیدا کرده؟ از خود، از حس خود، از نفس خود؟ نه، من ربی. این استدلال را از کجا یاد گرفته؟ از کتاب الله و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفته. آیا امی انسان که من زین له سوء عمله مساوی هست با کسی دیگی که زشتی های عملش برای زینت داده شده؟ نفسش همی بدی ها را برای چی نشان میده؟ این بسیار خوب چیز است، بسیار نفس پرستی کو، بسیار خوب است. که من زین له سوء عمله و تبعوا، باز اینا مطابقت از چی کردن؟ اهواءهم، از خواهشات نفسی خود. آیا این انسانی که با استدلالش از کتاب الله هست، دلیلش قرآن است، دلیلش احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، این انسان با شخصیت و با عزت و با عفت که زبانش پاک است کس را دشنام نمیده، چشمش پاک است اون کس به نظر بد سیل نمیکنه، گوشش پاک است قرآن میشنوه و سنت میشنوه. متوجه هستین؟ آیا اینی انسانی که الله ایره با شخصیت ساخته، خود الله متعال میگه آیا این انسان با این شخصیت عالی برابر است با اون انسانی که مثل حیوانات واره نفس پرست هستن؟ مساوی هستن؟ نیستن. یک شاعر بسیار خوب یک شعر گفته بود. خب من یک وقت بسیار شعر خوش داشتم حفظ میکردم، باز پسان دیدم که الشعراء یتبعهم الغاوون، شاعران زیادتر کدام مردم ها پیروی میکنن؟ مردم های سرکش. الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، در چیز گپ میزنن و انهم یقولون ما لا یفعلون، چیزایی را میگن که عمل نمیکنن. الا الذین آمنوا، یک تعداد کمی که اینا مسلمان هستن، مثل شاعرای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، کعب ابن مالک شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، عبدالله ابن رواحه شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. کاش که این تو شاعرها ما داشته باشیم که برای مردم توحید بیان بکنه. شاعرای رسول الله صلی الله علیه و سلم اما تو شاعرها بود. بعضی شاعرها هستن که شاعرای خوبه هستن ولی بسیار کم است. یکی از شاعرای کمه که خوب شعر داشت، شعر از یک وقت من خوانده بودم، صرف 12 مکتب بودم، میگفت که این طرفه حکایت است بنگر، یک موضوع بر ما درس داد. استاد بسیار من متاثر بودم تا همون شعرش حفظم شد. وقت حافظی من خوب بود که چیز خوشی میامد حاجل حفظم میشد. استاد درس داد گفت که یک شاعر است میگه این طرفه حکایت است، این بخوای نفس براتون معرفی کنه. این شاعر میگه این طرفه حکایت است بنگر روزی ز قضا مگر سکندر میرفت و هم از سپاه با او. این سلطان سکندر میرفت، همراهش کل لشکرشان بود، میرفت و هم از سپاه با او، آن حشمت و ملک و جاه با او. ناگه ز خرابه گذر کرد، از یک خرابه تیر شد،
پیر ز خرابه سر به در کرد. یک آدم ریش سفید دیندار موحد و یکتاپرست. متوجه هستین؟ این در یک جای بوده که یک خانگه که خرابه و خراب داشت، بیچاره خانه قلوخی و گلی در نموجه هست، قرار نموجه ناگه از خرابه گذر کرد، دید که هیچ قریه خراب است، چقدر مردم بیچاره خانه‌هایشون کلش کلاسیک است. ناگه از خرابه گذر کرد، پیر از خرابه سر به در کرد. پیر نه چو آفتاب پر نور، یکی خریش سفیده است که سونش سیل کنی نسوار از بغلای دانش میچکن، یکی ریش سفیده است که از رویش نور میباره با دیانت. پیر نه چو آفتاب پر نور، در چشم سکندر آمد از دور. سکندر دید که او والا اینجا کسی شیشته قرار عبادت میکنه. اسب ران بدان مغاک چون گور. اونجا که برج دمی منطقه ازی مثل گورستان وارد جای بود، یعنی قدر کوچ و چوکی و لکس و موترها و فلانی و چیزایی که می باشه و وسایل زینتی و طوران است. اسب ران بدان مغاک چون گور، پیر از سر شغل خود نشد دور. ای دقیقش نیست که تو پاچاستی، تو کدام چیزی قرار دم کار خود غرق تفکر بود، عبادت فکری خودم میکرد. ناگه سکندرش بسد خشم، یک دفعه قار سکندر آمد. سلطان سکندر گفت بهر چی نکردی احترامم؟ آخر نه سکندر است نامم؟ چرا احترام را نکردی؟ دانی که منم به بخت پیروز، فرق همه عالم هستم امروز. سعی که غروره، سعی که نفسه. دانی که منم به چی؟ به بخت پیروز، فرق همه عالم هستم امروز. کل مردم زیر دستم است، من در سر کل مردم هستم. آل خود توصیف میکنه، میگه دریا دل و آفتاب رأیم. دلم مثل دریا وارست. این آدم رأیم مثل چی است؟ ها؟ آفتاب وارست. دیگه سلطان سکندر خود ورزی معرفی کرد که دریا دل و آفتاب رأیم، فرق فلک است زیر پایم. دریا دل و آفتاب رأیم، فرق فلک است به زیر پایم. یعنی آفتاب مهتاب ستاره ها که است، یه افلاکی کلش زیر پای من هست. چقدر من قوی هستم. پیر از سر شغل بانگ برزد. یا من کتاب خودم ماند، درس خودم ماند، خیز در مقابلش استاد شد. پیر از سر شغل بانگ برزد، استاد شد. گفت این همه نیم جو نیرزد. امی تمام پاچایی و ملک و کل چیز که است، این نیم جو نیرزد. پیر از سر شغل بانگ برزد، گفت این همه نیم جو نیرزد. نه فرق و نه روی عالمی تو، نه فرق کسی هستی و نه روی کدام عالم هستی. یک دانه ز کشت آدمی تو، در بین میلیون ها میلیون انسان یک نفر تو هستی. حالا برش یک درس میدن. میگه دو بنده من که حرص و آزن. دو چیز که در وجود انسان هست، یکی حریص بودن است، یکی خواهشات نفسانی است. فهمیدین نه؟ خواهشات هوای نفسانی است. یکی حریص است که انسان همیشه میطلبه، یکی خواهشات نفسی است. میگه این دو تا را ما بنده خود ساختیم. همین آدم میگه، یا عالم برش میگه که ما اینه بنده خود ساختیم. نه حرصم سر ما حاکمیت کرده میتونه، نه خواسته های نفسی. دو بنده من که حرص و آزن، بر تو همه عمر سرفرازن. این دو تا را که ما بنده ساختیم، این سر تو چی میکنه؟ پاچایی میکنه. با من چی برابری کنی تو؟ تو آمده که ما خود مقایسه میکنه. با من چی برابری کنی تو؟ چون بنده منی تو. یعنی حرص و آز و خواهشات بنده من هست. تو بنده چی هستی؟ بنده حرص و آز هستی. تو دیگه بنده من هستی. اینال تو چی میکنی؟ اینال بعضی کسا هستن که بنده چی میشن؟ بنده خواهشات خود میشه. اما یک انسان مسلمان نفس خود چی میکنه؟ تحت غلبه خود میاره. بعضی کساست که نفسش سرش پادشاهی میکنه. خب اینال نفس پرستا چی منهج دارن در زندگی خود؟ یا الله، نفس پرستا چی منهج دارن، چی سیستم داره؟ اگه ما کتشان روبروی شدیم، الله متعال میگه این عادتشان است، ایره بفهمین. فهمیدی نه؟ میگه سوره قمر آیت 3
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. در اینجا الله متعال بر ما و شما بیان میکنه اقتربت الساعة و انشق القمر. اقتربت الساعة میگه قیامت نزدیک شد و انشق القمر و انشقاق قمر رخ داد، یعنی مهتاب دو حصه شد. و این یرو آیتا، اگر اینمی مردمای نفس پرست اگر معجزات الله را هم به چشم خود چی کنن؟ مشاهده کنن، یعرضو یزی چی میکنن؟ اعراض میکنن، دوام گپ میکشن. مشرکین آمدن به رسول الله هم گفتن که تو پیغمبر هستی؟ رسول الله هم گفت الحمدلله من پیغمبر الله هستم. گفت خیلی پیغمبر الله که هستی همین مهتابه نصف شده او کو همین مهتاب بر ما دو حصه کو که ما ببینیم. رسول الله صلی الله علیه و به الله متعال دعا کرد و خواست یا الله این مردم این تو چیزا میخواه. الله متعال امی کار کرد، لکن خودشان تقاضا کرده بودن کسی که هدایت نشه دلیل گفته میره که باز دلیلش جوابم پیدا کنه، خوب به چشم خدا میبینه بازم قبول نمیکنه. الله متعال میگه این مردم به این نیست که تو فکر میکنی اگه برشان دلیل قوی بیتی قناعت میکنه. این فقط دلیل به خاطر ازی میکنه که تو مثلا امو تحصیلاتت کم است، استدلالت کم است، جوان هستی، در مقابلش استدلال کردن نمیتونی، میخوای تو رو خاموش بسازن. اما اگر برازی مثلا یک پروفسور دیگه رو بری کی برش دلیل بگه امور هم قبول نداره، اگر ما برش بگه امور هم قبول نداره. و این یرو آیتا یا همین معجزه را دیدن با وجود چی کردن؟ یا حدود اعراض کردن و یقولو سحر مستمر، گفتن سحر و جادو هست دوام دار، سحر هست خلاص. یک عالم است، این عالم زغلول نجار نام داره و زغلول نجار یکی از علمای بزرگ اسلام است، از مصر است و این زیادتر تحقیقات علمی داره، زیادتر در کنفرانس های علمی اشتراک میکنه. امی آیات قرآن، یک کتابش از به نام Mountains in Quran، کوها در قرآن، فهمیده؟ در بعضی دیگه یک کتابش هست که الجبال فی القرآن به عربیش، باز کتابش ترجمه شده به انگلیسی و به دیگه زبان ها، من نمیفهم به فارسی کس ترجمه کرده یا نکرده. دیگه کتابش هست مثلا دریاها در قرآن، دیگه کتابش مثلا سر از این بحثا میکنه مثلا سیارات در قرآن و ایره با استدلال های انسان های مثلا علمای ساینس بزرگ بازی رو میخواه برای مردم تشریح میکنه. یک روز من زیاد خوشم به این عالم گفت که یک روز قصه کرد، گفت من یک کنفرانس داشتم در یک جای، گفت یک کسی رئیس Islamic Foundation of British، گفت رئیس مرکز اسلامی انگلستان از لندن، گفت کسی آمده بود، میگه او خیست مسلمان شده بود، قصه مسلمانی خود بر ما کرد. خب میگه بسیار بر ما جالب بود، چون وقتی یک ساینسدان بسیار بزرگ مسلمان میشه یک تحول بزرگ در اون جامعه با توسط این ساینسدان به هزاران نفر مسلمان میشن، چرا تعجب میکنن. میگه خیست و گفت که من مسلمان شدم، علت مسلمانی ما چی بود؟ میگه علت مسلمانی ما بود که یک وقت خارجی ها که هستن یک عادت دارن امی روز تولد خدا به حساب همون نصرانی های، عادت نصرانی هاست تولد خدا جشن میکنن و روز تولد ایره و تولد شتک خدا و تولد فلانی یک روزا بر خود جور کردن. میگه من همت یک میمانی داشتم، خب میگه یک مسلمان هم دعوت کردم، رفیقایم بودم، گفت همکارای ما بود، میگه از او هم دعوت کردم که بیایه. میگه اون مسلمانه که
آمد در مجلس من، او یک هدفمند بود، روی یک هدف آمده بود. هدفش چی بود؟ هدف مسلمان واقعی همیشه ای است که یک گناهکار و یک بیدینه به طرف دین الله دعوت بکنه. وظیفه‌ش نیست دعوت بکنه، اصلاح شود. میگی مسلمان میگه یک وقت مجلس ما ختم شد، میمانا رفتن و میمانی ختم شد. من هم فهمیدم که سالگردش بود یا هر چی بود، خب مقصد گفت که میمانی بود دیگه، والله اعلم. گفت میمانی ما ختم شد و حالا من رفتم در اتاقم دیگه، همین توفه ها دیگه هر کس کارده بریم یا دیگه یک دانه باز میکنم و خوانده میرم. مثلا بعضی کس ها شک کردن چی است. میگه یک وقتی یک توفه را باز کردم که حالا سهل میکنن که ترجمه انگلیسی قرآن شریف است. همین مسلمان قرآن شریف تو ترجمه انگلیسیشه خوبم تو در کاغذ توفه تاب داده و برای من نوشته که توفه برش گفته که بهترین توفه که در زندگی من است، همین توفه رو من برای خودت دادم، امیدوار هستم که بخوانی. میگه من همین قرآن شریف سعی کردم که کتاب است، چون در غرب گفت بسیار در ضد پیغمبر صلی الله علیه و قرآن زیاد تبلیغات شده. گفت میگه من که خواندم که اقتربت الساعه و انشق القمر. اینجا نشته کرده که the day of judgment is near and the moon is شترکایی انشقاق شد، دشق شد. میگه وقتی که من خواندم، میگه من کتاب گرفتم قاد کردم و قرار بردمش دمی بین الماری ماندم، هم انداختم. این چی میگه؟ مهتاب کجا و انشقاق مهتاب کجا و دو توته شدن مهتاب کجا و این ساینس هیچ نمیپذیره. سگونه ساینسی رد میکنه اون مهتاب ما رفتیم سعی کردیم دیدیم اینترس کجا مهتاب دو توته شده؟ کی میگه این به این آیته؟ بیار از نگاه ساینس ثابت کن. میگم من میره انداختم و بالاخره امی قسم بودم. خب الله متعال میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. الله میگه ما دلایل قدرت خود در آسمانان برشان نشان میدیم، در وجود خودشان هم نشان میدیم. خب میگه چند وقت تیر شد، یک روز که من شیشتیم تلویزیون هم تو بی بی سی میگه گرفتیم قرار یک برنامه را سیل میکنیم، برنامه ساینسی هست یا مصاحبه دارن همراه چند نفر از کیهان نوردان. همراه از این مصاحبه است. میگه این نطاق برنامه بر از کیهان نوردان گفت که شما در زمین مردم چقدر مشکلات داره و شما چندین میلیون دلار میگیرین و مصرف میکنین، بالاخره میرین به آسمان و میخواین برین به فضا دیگه، آسمان خو رفتن نمیتونن، در این فضا میرین و بالاخره میخواین که سیارات رو کشف کنین و برین اینجا. چرا این پولتون اگه مصرف کنین مشکل فقر با زور نابرش گفت که نه که ما در اونجا میریم بازی بسیار فایده های اقتصادی است و گفت همین رو تشریح میکردن. باز میگه امی کیهان نوردار یکی از گپایی که گفتن گفتی هست که ما وقتی که این دفعه به کیهان اینجا رفتیم در اطراف مهتاب یک خط دیدیم. مهتاب رفتیم یک خط دیدیم، بین از این تو خط است. سر از این میگه تحقیق کردیم. وقتی که تحقیق کردیم بر ما ثابت شد که یک وقتی این مهتاب دو توته شده و دوباره به هم چی شده؟ وصل شده. حال خب مردم نمیفهمن. همین سابق کسایی که در سنشان کلان است در پشتای دروازه مردم ها می آمدن میفتن چینی هایتان شکسته باشه ما رو چی میکنیم؟ پتره میگفتن. پتره میگه این همین مهتاب مثل کاسه چینی که شکسته باشه و رو پس پتره کرده باشین نصب کرده باشین لکن همون خطش میمانه. میگه این خط معلوم میشه. میگه من یک دفعه خیزم سر تلویزیون که یا چی میگن چند میلیارد دلاری مردم مصرف میکنه به خاطر که یک حقیقت قرآنی رو ثابت کنه. این گپ در قرآن گفته شده بود. میگه من به هیجان افتادم. بالاخره میگه رفتم پس قرآن آواز کردم که اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. این کسایی که این حقیقت علمی رو رد میکنن یا کسایی هستن که از چی پیروی میکنن؟ از خواهشات نفسی خود. دیگه از این خاطر چی است؟ اینه میگه من فوراً پالیدم. برای من مسلمان ها گفتن که بله
پیغمبر ما که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، از پیش شما یک تقاضا شده بود در وقت ازی و این میگه بالاخره امی حادثه در اینی تاریخ در فلانی کو در فلانی جای در فلانی منطقه شد و مهتاب 2 حصه شد و بالاخره پس یک جای شد و این آیت قرآن که از شان نزولش اینمی هست. بعد از اون میگه من دیدم که اوه این کتاب نیست، چیز دیگر است. فهمیدی؟ وقتی که آمدم دیگه قال میخوانم، یک خواندنی مردم هست که بینگ 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 خوانده برو، نیتش پیسه هست، یک 4 روپیه او پیسه پیدا کنه، او دیگه شب نیتش در مجلس آمده، او که میخوانه به خاطر پیسه میخوانه، او که میشنوه به خاطر پلو میشنوه. صحیح نه؟ اردوشون است. ولی میگه وقتی که ما آمدم با هی که تمام امکانات و پول و همه چیز دارم، هدایت ندارم، که اینجا آمدم خواندم که ای خالق متعال میگه الف لام میم ذالک الکتاب، این کتابی که پیش شما هست اول اینقدر کتاب قوی است که لا ریب فیه، دو هیچ شک نیست. من نمیاله که پوهانوال هم هستم، نه استاد پوهنتون و چندین سال تدریس کردیم، امیالم که کتاب نشته کنم داولش میگم بیادرها ببخشین اگر کدام غلطی باشه باز غلطی من اصلاح کنین. اما این یگانه کتاب است که چی میگه؟ زور بزن، پروفسور هستی، عرب هستی، خوب معلقات میگن، شاعر هستی و ای هستی، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب چیست؟ این کتاب است، کتابی که در شک نیست، کتاب هدایت است. این کتاب ساینس نیست. منتها همین مسائل ساینسی را هم میاره به خاطر چی؟ که اگه تو ساینسدان واقعی هستی هدایت شوی. کتاب ساینس نیست. اما اقتربت الساعه و انشق القمر گفت به خاطر ازی که اگر تو واقعا چیز هدن، این کتاب هدایت است. برای کی هدایت میشه؟ برای متقی که هست که این فکر خود از نجاسات فکری چی کرده باشه؟ پاک کرده باشه، حس پرست نباشه، عقل پرست نباشه. پس این انسان پاک میسازه، هدایت میکنه. حس پرست بودی؟ این نمیخواد هدایت شد. اگه میخواست هدایت شد چرا حس پرست شد؟ اول میمون یگان تا اول خوب راه اختیار میکنه، باز بعد از اختیار کردن باز میگه والا من فلانی جای رفتم چطور است؟ تو خودت در چاه انداختی دیگه، من بعد که بخزم رسپان برات بیارم. امروز خودت در چاه انداختی پیش از 70 پرسان میگدی. آره تو این نظریات غلطه. پس این عالم میگه به خیالم نامش موسی بسکوک است، در اینترنت قصهش هست اگر شما خواسته باشین، در یوتیوب هست و خود زغلول نجار هم قصه میکنه، شاید خودش هم چی باشه. موسی داوود بسکوک، رئیس اسلامیک فاندیشن آف بریتش ای هست و ای میگه بالاخره من که را خواندم، بعد از این تحقیقی که کردم که قرآن عظیم شان خواندم، من من حیث یک ساینسدان بزرگ گفتم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پنجمین چیزی که قرآن عظیم شان رد میکنه، رد مرض فکری و اعتقادی عالم پرستی و پیر پرستی است. فهمیده؟ احبار پرستی علمای درباریه که حق بر مردم باطل میسازن و باطل بر مردم چی میسازن؟ حق میسازن. بعضی کسا یارم پرستش میکنه، این قرآن رد میکنه. آیا هست؟ میگه بله هست. بعضی کسا هست میگه والا اینمی شخص ما پذیرفته می، اینمی عالم ماست، اینمی بزرگ ماست، اینمی راهنمای ماست، اینمی مرشد ماست، اینمی پیر ماست، اینمی همه چیز ماست، اینمی اگر حق هم گفت ما کتزمی هستم، اگر باطل هم گفت ما کتزمی هستم. الله رد میکنه این نظریه رو، میگه این کار انسانای جاهل میکنن. هیچ عالم و هیچ پیر معیار نیست. معیار چی است؟ کتاب الله و سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. تا زمانی که یک عالم مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکرد، عمل میکنی. روزی که از این گشت تو هم از پیشش رویت دور بتی. عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که خلیفه مسلمانات این شد، آمد برای مردم گفت مردم در اینجا بسیار صحابه شیشته و تابعین شیشته،
1 لک نفر و بیشتر شاید باشه. در مجلس عمر رضی الله عنه بر کل مردم بیانیه میت. اولین بیانیه خدا بعد از اینکه خلیفه مسلمانان تعیین شده بر مردم گفت: مردم، اگر من مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردم، شما از من چی کنین؟ اطاعت کنین. اگر مخالفت کردم از من اطاعت نکنین، مرا راهنمایی کنین. یک شخص از بین از این مجلس خیست، چون او وقت عمر نفر نداشت، ابوبکر نفر نداشت که تقسیم باشه که این نفرای عمر است و اینیش نفرای ابوبکر صدیق است و اینیش نفرای علی است و این نفر. او وقت دیگه پا نبود، کلش نفرای کی بودن؟ نفرای الله بودن. یکیش خیست و گفت که ای عمر، اگر مخالف کتاب الله و سنت رسول الله شدی، شمشیر خدا کشید گفت از این گردنت برات میپرانیم. این 10,000 20,000 30,000 صحابه و تابعین و تابع تابعین یا یکیشان نخیستن مخالفت نکردن؟ نه، چون کلشان نفرای کی بودن؟ الله بودن و کلشان با عمر بودن، چرا که عمر امرای الله بود. و روزی که گفتن عمر مخالفت با الله بکنه، ما گردن برات میپرانیم. و هیچ کس مخالفت نکرد. اما حالا که بعضی کسایی که باز احبار پرست و رهبان پرست است، در یک مجلس یک مولوی بسیار بزرگ خیست، یک کسی را سرش انتقاد کرد، یک بادیگارد از او خیست برش گفت که اینمی حالا بوت من بردار میکنم در دانت میزنم که توی بخیزی رهبر ما را یا بزرگ ما را سرش انتقاد بکنیم. نیست، این قابل انتقاد نیست، این معصوم است، این از پیغمبر که رتبهش بلند است. نعوذ بالله من ذلک. اینا الله متعال ایره رد میکنن، میگه که او امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای کسایی که شما قرآن عظیم شان میخوانین و میخواین که فکرتان مطابق قرآن بسازین. اونو مردمایی که در یهود و نصارا بودن، وقتی که عالم پرستی و پیر پرستی کردن، احبار گفتیم که علما را میگن و رهبان چی را میگن؟ اما گوشنشینا و پیرهای خودن. وقتی که اونا را پرستش کردن و قانون ضد شریعت الله ساختن، اونا از اینا پیروی کردن. اونا چی شدن؟ او عالم و او پیر معبود خود قرار داد. در کجا هستی گپ استادیره؟ ما نشیدیم. بفرمایید سوره توبه آیه 31 باز کنین ببینید که الله متعال خود قرآن خود کلام الله هست. الله میگه میگه یا نمیگه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اینه ببین الله متعال میگه که این یهودیا و نصرانیا چه وقت کافر شدن؟ زمانی کافر شدن که اتخذو گرفتن احبارهم علمای خدا، نه علمای ربانی و حقیقی، بلکه علمای دروغیه که اینا کتاب الله که تورات بود او را تحریف میکردن و سنت های موسی علیه السلام تحریف میکردن. این احبار و رهبانهم او راهبا و گوشنشینا و پارساهایی که یا چی کردن؟ کتاب الله که انجیل بود او را تحریف کردن، سخنای عیسی علیه السلام تحریف کردن و آمدن خواسته های نفس خود سر از اینا چی کردن؟ تحمیل کردن. وقتی اینا از امی قسم مردم ها پیروی کردن، یا در حقیقت یا را چی گرفتن؟ اتخذو گرفتن احبارهم و رهبانهم. الله میگه یا را رب خود گرفتن. ارباب جمع چی است؟ رب. یا چندین رب بر خود گرفتن. ای ارباب من دون الله، بغیر از الله، کسایی رب خود گرفتن که او بغیر از الله است. همچنان یا آمدن به اساس عقیده حلول، گفتن که العیاذ بالله الله در عیسی مسیح داخل شده. عیسی و المسیح ابن مریم، و مسیحی که او بچه مریم بود او را خیستن بچه الله ساختن. این اینجا الله در جای عیسی علیه السلام که ذکر میکنه و خاطر رد عقیده از چی میگه؟ مسیح ابن کی؟ مریم. او اینقدر ضعیف بود عیسی ابن مریم که حتی
پدر هم نداشت، الله متعال بدون پدری را خلق کرد. این تو بنده عاجز الله بود و الله او را رسول خود اختیار کرد. این هم به ربوبیت گرفتن، در حالی که و ما امیرو، و در حالی که اینا امر نشدن مگر لیعبدو، که اینا عبادت بکنن الها واحدا، ذات واحد و یگانه را که الله هست. لا اله، باز الله تکرار میکنه میگه نیست هیچ معبود مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود الا هو، بغیر از الله. سبحانه، پاک از الله متعال. اما از آن چی که این مردم ها یشرکون، او را شریک میسازن به الله متعال. الله پاک است از بچه، از دختر، از مادر، از پدر، از این کلمات غلطی که اینا نسبت میتن. اینقدر بیعقل است. در روز ما والا سهلشان کردم ایران ماندیم که این رسایی که موترش رسایی که تیارهش رسایی که فکر میکنی که در سر تیاره پیلوت نیست، گوسفند شیشته. اینقدر بیعقل است. چند روز پیش کریسمس از یا بود، فرست آف جنوری، این کریسمس از کل از یا جمع شدن. بازی ها چی میکنن؟ مجسمه عیسی مسیح جور میکنن، مجسمه مریم، بیبی مریم جور میکنن. این مادر خداست، این بچه خداست. بازی سر شانای خود جنازه واره میبرن دیگه از یک منطقه به منطقه دیگه. الله متعال اینجا برشان نشان میده که این مجسمه که شما برای زیر کو سجده میکنه هیچ چیز کردن نمیتونه. عجل میگیره یک دونه کشیشک از خود اونش سفید است، همین شانه شوگار میشه. چطور میشه؟ او گرنگ است، او مجسمه کلان است. یک همه که خدا شور میده غارس مجسمه سر در زمین میفته، میده میشه. آلی مردم اگر عقل می داشتن همونجا می گفتن که لا اله الا الله، این خود معبود به حق نیست، این خود باطل است. این خودش شکست تکت کشد. سر از آن چی میزنه که الا خدای ما تکت کشد، الا خدای ما میده شد. کمپیرکار است که نه تو چیخ میزنه. سبحان الله، این چه قسم عقل است؟ عیف از عقلتان، عیف از تیاره، عیف از موتر 2018. این رو به گوسفند مگه میدادی؟ این کار لودگیر نمیکن. بعضی کساس متاسفانه که در مسائل ایمان خود هیچ وقت از معقولیت، اما عقلی که الله برای جاده امور فراموش میکنن. در کلی چیز عقل خدا کار میپرده. یعنی بچهش میبینه چشمش لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها اولئک. الله متعال میگه که نمیگه که من کرامت هم دادم، میام آل فعلا مثل چی هستن؟ کل انعام. نه، انعام جگر خونی میکنه. میگه بل هم اضل. اما حیوان هم وقتی که دوست دشمن خدا و حق باطل میفهمن. پیش می حیوان هم که یگان خوردنی خراب پرتی و تو بویک میکنه، میگه برو تو صاحب لودوی بسی میری کی میخورم. سام برو کاه بیارش، کاه بیار که بعد شیر بده. تو رفتی بر من کاه گنده پسمانده دیگر رو آوردی. میخوره نمیخوره؟ برو سام چیزی بیار که باز ما هم سام برات شیر بده. اینا میگه از هم کده به عقل خدا میسازن که حداقل با چشم خود میبینه. باور کن میره، من همین تصاویر از دیدم با چشم دیدم. یک تصویر دیگه است، همین یک چیز از فیسبوک ما یگان برادر از انداخته میره. اون روز یکی دیگه انداخته بود که مردم بین سر پیش شادی کلی خدا خم میکنه، باز شادی هم در سر کلگکش تری کردن میره. دیگه سر پیش گاو میره، باز گاو هم خود دیده که والا یا از چون بنده منی تو بازی میره چی میکنن؟ بازون پای خود تخته پشتش عادت کردن میزنه. یاد که میره خودش که خوار غریب بیچاره در هندوستان که بیدی گوا چاق آدم ها رو ببینی شکمایش در تخته پشتش چسبیده. ما که یگان تویشان بحث میکرد، میگوز یک بچه که خورد در تیاره همراه ما بود دیگه یا آمد مرا میگه دقارده بود، آمد پیش من مرا میگه انکل how are you؟ من گفتم fine how are you؟ اردو جنده؟ من گفتم ولا انگلیش؟ ما خود بچه یک بود انگلیسی رو میاد داشت، اردو رو میاد داشت. باز کردم من چی که کجا میری و چطور چرا هست؟ باز من خواستم که اگه میشه بچه یک هوشیار است همین مسلمان شوه. برش گفتم که بیتا گفتم شما چرا گوشت گاو نمیخورین؟
الله خالق آسمان ها و زمین برای ما شما گوشت خلق کرده که ذبح بکنیم بخوریم. همین قسم مرغ میکشیم، مرغ میخوریم، همین قسم گوسفند میکشیم. میگم این بچه یک به تشویش افتاد. بعد گفت راستی گفت چرا نمیخوریم؟ رفت پیش پدرش، مادرش پشت سر بود. بعد گفت که چرا ما گاو نمیخوریم؟ این چی یک به عقلی نیست؟ اون مادرش آمد برش پدرش برش گفت که گاو که هست مادر از شیر میته، مادرم که از کشته گوشت خورده بخو مادر ماست. پسی بچه آمد برای من گفت که انکل، من گفتم کیا؟ گفت که بابوجی نے کہا کہ یہ تو ماں ہے، ماں کی میٹ کوئی نہیں کھاتے، گوشت گاو خسته میخورن. ما گفتم نرش بخو بابته. گوای چوچه داره گفتم ما هم نمیکشیم، نگاه میکنیم که چوچه به تشیر بده. پدرش گفتم برو از پدرت پرسان که بگال اوخ مادرم است، ولی دیگهش پدرم است که نخورمش، اینو بخوری. یک رفت اونجا رو بردکه از گفت که بیٹو من دیگه نرو پیش از که عقیدت خراب میکنن. چطور میکنن؟ چرا میکنن؟ این حالا الله متعال چی میگه؟ میگه اتخذوا گرفتن این مردم کی را؟ احبار خدا و رهبان خدا و راهبای خدا ارباب من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. چرا اینایی کارا کردن یا الله؟ میگه یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. یا از این مولای درباری دلار پرست پیسه پرست از این پیروی میکنن، از این پیرای شکم پرست پیروی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که احبار و رهبان و پیروایشان میخواین که نور الله را با زبانهای خود بند بکنن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره. لکن الله ابا میورزه مگر این که نور خدا چی کنه؟ تکمیل بکنه. در هر عصر برای هر فرعون یک موسی هست، برای هر باطل پرست یک حق پرست هست، در مقابل هر دروغو یک کس راستگو هست، در مقابل هر احبار و رهبان یک عالم ربانی هست که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. و در قصه مرگ هم نمی باشه، به خاطر ازی که مرگ چی هست؟ الموت یأتی بغتة. مرگ ناگهان میه. ازی که بعد از مرگ رسوا باشی، شرمنده باشی، اول ملائکه بیای زنجیرها رو در گردنت پرته که ای عالم خبیثه که تو به نام عالم دین مردم عقیده غلط دادی، ای پیر خبیثه که به خاطر نفس خود جوانا را منحرف ساختی، به این خاطر آل دیگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم. زنجیر بسته میشه، زنجیرهای آتشی در دان از این عالم انداخته میشه و الله متعال برش میگه خذوه، بگیرین اینا را، فغلوه، خوب اینا را در زنجیرها در دست و کمر و پای و گردنش پرتین، ثم الجحیم صلوه، بازی رو ببرین در آتش دوزخ پرتین. چرا؟ ای به خاطر با این نام و لقبی که داشت جوانا را بازی میداد. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. الله متعال از حالت انسان حفظ بکنه که الله متعال به انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. و مردم به طعام دادن مسکین تشویق نمیکرد. به نام یتیم و فقیر و مسکین پیسه میگرفت، مردم سر از اعتماد میکرد، ای باز پیسه از رو در جیب خود منداخت و ای از پیسه ازی بر خود موتر میخرید، بر ازی میخرید. الله عزیز یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. اینا میخواین که نور الله را، کتاب الله را با دانهای باطل خود نور الله را خاموش بسازن. یطفئوا از اطفایه گرفته شده. اطفایه چی میکنه؟
اما خاموش بگه. یا میخواین که نور الله را، این کلام الله نور است که در قلب کس داخل شد، قلب از رو منور میسازن. میخواین که این با دهانهای گنده خود نور الله را خاموش بسازن. و یعبى الله الا ان یتم نوره، لکن الله با میورزه مگر ای که نور خود تکمیل میکنه. ولو کره الکافرون، اگر چی کافرای را چی کنن؟ بد ببینن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، الله تو ذات مهربان است که فرستاد رسول خدا به خاطر چی؟ به خاطر هدایت. و دین الحق، و این رسول خدا برای چی فرستاد؟ به خاطر دین حق. لیظهره علی الدین کله، تا این را آشکار بسازه و غالب بسازه بر تمام ادیان باطلی که هر کس از دل خود ساخته. ولو کره المشرکون، اگرچه این مشرکا ایره بد ببینه، اگرچه مشرکین درس قرآن خوش نداشته باشن، اگرچه مشرکین درس صحیح بخاری و صحیح مسلم خوش نداشته باشن، لکن الله متعال دین خدا تکمیل میکنه. یا ایها الذین آمنوا، آل بر مؤمنا، وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الذین آمنوا را میشنیدن، بسیار دقیق گوش میگرفتن که آل خادات کفار گفت، آل الله بر ما مؤمنین چی میگه؟ بر ما و شما مؤمنین الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا فکرتان باشه که ان کثیرا من الاحبار والرهبان، بسیاری از ملاهای درباری احبار یهود شکم پرست اینمی قسم مثل از این احبار شکم پرست پیدا میشه. و رهبان و راهبایی که دروغ میگه که ما ترک دنیا کردیم، از کلی که او را کتش که بشینی شش غوری میخورن. یا چی هستن؟ عادتشان چی است؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینا میخورن مال مردم با باطل. اگر مناظره میکنه به خاطر که مال مردم در جیب ازی بفته، اگر بحث میکنه هدفش چی است؟ پیسه خوردن از بازی دادن مردم است که جیبای خدا پر بکنه و شکم خدا سیر بسازن. این الله متعال میگه ان کثیرا من الاحبار و رهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل، تنها به این مال خوردن مردم و حرام خوردن و خوردن مال یتیم و فقیر و مسکین و بیچاره که شکمای خدا کتا کتا ساخته دمی اکتفا میکنن. میگن یک عیب کلان دیگه ای که احبار و رهبان داره و چی است؟ و یصدون، سبحان الله، قرآن سه که چقدر خوب میگه و یصدون عن سبیل الله، دیگرها را هم از راه الله مانع میشه. واسکو فلانی درس نشینی، اسکو فلانی سیدی را گوش نگیری، اسکو فلانی کلیپ فلانی استاد را گوش نگیری، اسکو فلانی درس نری. خودش خود غم مال است. کاش که مالک خدا میخورد میموند که خودم میگفت خودم خود نکردیم بان خیر است، من ملامت، من در شکمک خود مصروف هستم، در ساعت خود ساعت من تیر است، بان که دیگر خود برن نمی کارا بکنن. و یصدون عن سبیل الله، بازیا مانع رای الله هم میشن. والذین، و کسانی که یکنزون الذهب والفضة، یا ذخیره میکنن چی را؟ طلا و نقره را. در فلانی بانک قپیسا داره، در فلانی بانک قپیسا داره، و طلا داره، و نقره داره. ولا ينفقونها فی سبیل الله، بازیر مصرف نمیکنن در راه الله. فبشرهم بعذاب علیم، الله میگه اینها را بشارت بده به چی؟ به عذاب بسیار دردناک. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، میگه باز روزی که اینمیا توسط اینمی مال که ایره در راه الله مصرف نکردن در داده میشن، سوختانده میشن، مالش با آتش جور میشه در آتش جهنم، کتازی بازی ها در داده میشن. فتکوا بها جباههم، بازی ها چی میشه؟ میگه تکوا در زبان عربی کاویه، مکوا، اوتو را میگن. امی پیسگه که ازی چی جور میشه؟ اوتوی آتشی جور میشه. کجایش کتازی اوتو میشه؟ پیشانوی ازی. چرا پیشانوی خدا برای الله نمانده؟ فتکوا بها جباههم، پیشانیایشان، و جنوبهم، و بغلهایشان، پالوهایشان، و ظهورهم، و تختهای پشتشان. هذا ما کنستم لانفسکم، اینمی اوتوگه که آتشی که کتازی حال اوتو شده میرین، این اونم اوتویی است که شما ایره ذخیره کرده بلین بر نفسایتان. فذوقوا ما کنتم تکنیزون، آل بچشین عذاب چیزی را که شما او را ذخیره میکردین. یکی از مفسرین قرآنی را بسیار خوبش توجیه میکنه، چی میگن؟
میگه وقتی که پیش از این شکم پرستا، تجارای شکم پرست پیسدار که از پیسه حرام دارن، انسان‌های شکم پرست و پیسدار که پیسه حرام جمع کردن پیش خود، میگه یا چی عادت دارن؟ 3 عادت دارن. از این خاطر الله 3 عذاب برشان گفت. بعضیشان عادت دارن که وقتی یک فقیر و یتیم و بیوه پیشش بیایه پیشانوی خود ترش میکنه. باز که از این مال از این پیشانوی از این چی میشه؟ او تو میشه. و بعضی کسای دیگه است که روی خودی طرف دار میتود با بغل چی؟ برای چی اومدی؟ فقیر هستم، مسکین هستم، ماشاءالله سیفکت پر است، یک چیز کرده هستم بغل خود دار میتود. بازی ها که هست بغلایشان او تو میشه که تسمو پیسه شوی فهمیدی؟ آیت قرآن هم میگه سایی که خود فتوک و بها جنوب هم بغلهایشان و یک تعداد دیگه بیخی روی خود دور میتن. چی میکنه؟ روی خدا بیخی دار میده که من کته چیز وقت ندارم. باز ای تخته پشت ازی باز چی میشه؟ کتمی سرمایه باطل و حرامه که ولو که اگر از حلالم پیدا کرده باشی در راه الله مصرف نکنی این مت عذاب برزی داده میشه. خب آیا امی احبار و رهبان مردم میگه بیا بر من سعی کنی، یک گپی بسیار مهم است. آیا احبار و رهبان مردم میگه بیا بر من سجده کن؟ نه. عدی بن حاتم رضی الله عنه بر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله، اینجا گفته یا رب خودی رو میگرفتن. ما قبلا نصرانی بودم. عدی بن حاتم نصرانی بود، مسلمان شده بود. گفت ما خب بر از اونها رکوع و سجده نمیکردیم. او فکر میکرد تنها یک کس ربت میشه که تو بر از رکوع و سجده کنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که وقتی حلال الله را حرام میکردن و حرام الله را برتان حلال میکردن شما از اونها اطاعت میکردین یا نمیکردین؟ گفت بله میکردیم. گفت این معنای رب گرفتن است. هر کسی را در قانونی که ضد شریعت الله باشه اطاعت کنی او را ربت گشتاندی. این از عادت چی است که الله متعال. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرده که الله متعال ایرت مفسر قرآن بگردانه و تعویل برش یاد بده و فقیه دین باشه. این فقیه دین و مفسر قرآن چی میگن؟ میگه علمایشان آنان را امر نمیکردند که برایشان سجده کنند، بلکه برایشان امر مینمودند این باید نشته کنید پیششان، بلکه برایشان امر مینمودند به نافرمانی الله از آنان اطاعت کنند. برشان میگفتن که هر چیزی که مخالف امر الله هست، چیزی که ما برتان گفتیم اینمی کارا بکنین. ابوالبختری میگه سأل رجل حذیفه، یک شخصی از صحابی مبارک پرسان کرد حذیفه رضی الله عنه، فقال یا ابا عبدالله، برش گفت که پدر عبدالله ارایت قوله تعالی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یا آیت قرآن گفت اکانوا یعبدونهم، یا اونا را عبادت میکردن؟ قال لا نخیر، گفت عبادتشان نمیکردن، برای احبار و رهبان خود سجده و طاعت نمیکردن. کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه، اگر یک حرام برشان حلال میگفتن بازی اطاعت از او میکردن. قانون الله یک چیز میگفت، قانونی که جور میکرد از زمین ای وقت برش میگفتن که این فلانی گفتن میگه خلاص این. و اذا حرموا علیهم شیئا حرموه، چیزی را که الله برشان او را حلال کرده بود ای احبار و رهبانشان او را حرام میکردن، اینا هم از او پیروی میکردن. الله متعال ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه که خود از این امراض فکری نجات بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.